پسرانش در قاچاق مواد مخدر را دروغ و تهمت خواند و گفت که پسرانش در آزادی هستند و به کارشان ادامه می‌دهند. بهرالدین حکیموف به حیث افسر کگب به جنگ افغانستان رفت ولی آنجا ماند و به طالبان پیوست. حالا در آثارخانه جنگ در هرات کار می‌کند. مرزیمای 72 ساله از ناحیه واسع عزم دارد زبان انگلیسی آموزد و به امریکا سفر کند. معلمش میگوید بیبی به حیث شاگرد ذهنی تیز دارد. اون خورسالی ما را هم قدر میفهمونن یا نمیگن مومای من عده بار میخونی در کلاس تیزه یا نگرم مو حیران نشه. تفصیل خبرها. محمدشاه اسکندرов افسر بلندرتبه وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارشات درباره بازداشت پسرش با اتهام قاچاق مواد مخدر را رد کرد. گنرال تاجیک روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفت گزارش‌های مطبوعات قرقیزستان دروغ و بی‌اساسند و هیچ یک از فرزندان او تاکنون دستگیر نشدند. دو رسانه اینترنتی قرقیزستان روز 19 اکتبر گفتند که پسر گنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان به قاچاق مواد مخدر به قرقیزستان و روسیه مشغول بوده است و او را ماه پیش با 20 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. محمدشاه اسکندرov یکی از فرماندهان شناخته از زمان جنگ داخلی، عین زمان سردار شعبه امور داخلی شهر ترسونزاده است. بار اول در 15 سال اخیر مسائل آزادی مطبوعات در آسیا مرکزی را با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر تاشکند بررسی کردند. در همایش روز 19 اکتبر در پایتخت ازبکستان دهها خبرنگار و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق شرکت داشتند. به نشست خبرنگاران رسانه‌های مستقل از ازبکستان و ترکمنستان هم آمدند که وبسایت‌های آنها در قلمرو هر دو کشور بسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما. تشکیل کنندگان میگویند برگزاری این چهاربینی در تاشکند بیانگری فضای آزادی چند اندیشی است که از سوی رهبریت ازبکستان پشتیبانی می شود. سرور آتامرادوف معاون رئیس پارلمان ازبکستان نیز از این نقطه نظر جانبداری می کند که در رسم کشایش این چهاربینی شرکت کرد. آیا در اصل چنین هست و یا نه؟ پاسخ دادن مشکل است، در حالی که در این کشور در رابطه با آزادی ژورنالیستیک کنفرانس برگزار می شود، بسیاری از برنامه‌های رسانه‌های مستقل در ازبکستان بسته باقی می‌مانند. روز یکم کنفرانس خیلی یک رنگ دایر شد. موضوعهای مبرم مثل آزادی بیان، سنزور، مسدود کنی تارنامه‌ها، فشار بالای خبرنگاران در روز دوم بدون شرکت نمایندگان پارلمان ازبکستان بررسی شدند. نوابسته به این تشکیل کنندگان این کنفرانس تاکید کردند که خودی برگزار شدن این کنفرانس در تاشکند الکی یک قدم مثبت است، با نظر داشت آنکه سالهای زیاد وضع آزادی بیان در این کشور نیروهای دموکراتی سوریه که از طرف امریکا حمایت میشوند به پاککاری شهر رقه شروع کردند که این شهر روز شنبه از دست گروهی به نام دولت اسلامی آزاد شد. رقه را جنگجویان این گروه افراطی سال 2014 اشغال کردند و پایتخت خود اعلان کردند. ائتلاف رزمندگان کرد و عرب با حمایت نیروهای ائتلافی روز سه شنبه گذشته شهر رقه را گرفتند. آیا محو گروه دولت اسلامی یا که اشغال شهر رقه معنی محو گروه دولت اسلامی را دارد؟ در این باره صحبت داشتم با سرگئی دنیلچکین، شورای امور خاورمیانه در رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم که آیا شکست گروهی به نام دولت اسلامی تا کجا معنی از بین رفتن این گروه را دارد و تا چه حد ضربه سخت به این گروه به حساب می رود؟ Безусловно, это сильный стратегический военный удар, если мы рассматриваем это чисто с اگر از نظر نظامی بگیریم، بیشک این یک ضربه سخت استراتژی و نظامی به گروه دولت اسلامی است. البته ضربه سیاسی نیز هست، چون بعد از سقوط شهر موصل عراق، رقه را به اصطلاح پایتخت نو خلافت اسلامی اعلان کردند. رهبران گروه از موصل به رقه رفتند. بنابراین معلوم بود که سرنوشت این شهر حل شده است و نیروهای ائتلاف شهر را مورد حمله قرار داده و آن را از دست جنگجویان میگیرند. حالا جنگجویان به گروه بندی و تغییر مکان شروع میکنند. ما میدانیم که این سازمان مقاومت میکند و اصولهای جنگ و استراتژیش را با نظر داشت شرایط عوض میکند. برای همین باید انتظار شد که این سازمان به گروه بندی جنگجویان و تغییر مکان
آن آغاز می‌کند. سرگئی تخمین‌هایی بود که در صورت شکست سخت گروه دولتی اسلامی در سوریه و عراق جنگجویان آن بخصوص جنگجویانی که از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم رفتن میتوانند به منطقه برگردند و در آنجا خطر ایجاد کنند. آیا این احتمال وجود دارد یا منطقه زیاد دور است؟ Безусловно, те, кто в свое время выдвинулся на Ближний Восток из других стран. بیشک آنهایی که از دیگر کشورها از جمله از آسیای مرکزی به خاور میانه رفتند، به آنجا نه تنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان رفتند، تعداد زیادی از قرقیزها نیز به عراق و سوریه رفتند. آنها با هدفهای گوناگون از جمله کمک برای تأسیس خلافت اسلامی رفتند، ولی با شکست گروه دولت اسلامی هدفهایشان برباد رفت و طبیعی است که آنها به وطنشان برمیگردند. اینجا دو مسئله است. اول اینکه آیا آنها برای اطرافیان خطر ایجاد میکنند و با آنها چگونه باید مناسبت کرد. البته مقامات از برگشت آنها نگران هستند، چون معلوم نیست که آیا این افراد از عقیده هایشان دست کشیدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند. البته نفرت بعضی ها از بین نرفته است و البته سعی میکنند در جایهای نو عملهای تروریستی انجام بدهند. شاید بعضی دیگر از آنچه که در خاور میانه دیدند پشیمان شدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند. مهم آن است که جامعه با آنها چگونه مناسبت میکند. البته باید با آنها احتیاط کرد تا فریب خورده از دست آنها آسیب نبینند. از طرف دیگر جامعه و اطرافیان باید به آنهایی که پشیمان شدند و نیت صمیمی بازگشت به زندگی آسایشته را دارند کمک کنند. مشکلی در همین جاست، ولی بیشک جنگجویان به زادگاه‌های خود برمیگردند. Вот я думаю, тут такая сложность. Но безусловно, эти люди будут возвращаться. و مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. بهردین کریموف در عهد شوروی کگبی را ترک کرد و به طالبان پیوست. او یکی از صدها سربازان است که بعد خروج ارتش بی سر و سامانی در نیروهای اتحادیه شوروی سابق از افغانستان سال 1989 در افغانستان ماند و به قول خودش افغان شد. خبرنگاران رادیو آزادی به شهر هرات رفتند و با بهردین کریموف از تاتارهای مقیم شهر مسکو صحبت کردند. محاربه اوج میگیرد. مجاهدین افغان با تمام وجود بر ضد ارتش شوروی قیام کردند. به همین شکل مبارزه مجاهدین با تجاوز شوروی در سال 1979 در موزه جهاد در شهر غربی هرات افغانستان انعکاس شده است. راهنمای این موزه در سالهای جهاد افسر کگب بود. او بهردین حکیموف است که از مسکو به اینجا آمده بود. تا وقتا بود که همینطور مثل بارش همین مرمی ها از این ور از اون ور یک سر خدای پاک بس همین میریخ بالای ما میریخ بالای از اونا میریخ. یعنی بالای ما همانقدر مشکل نبود، بالای افغان ها بیشتر مشکل. در این لوحه عکس 40 افسر شوروی نصب شده است که سالهای جهاد به مثل حکیموف در گرد و اطراف هرات به نام و نشان شده‌اند. حکیموف میگوید وقتی او به اسارت افتید کسی از او یاد نکرد. در این حال او به اسلام رو آورده به مجاهدین پیوست. در این نوارهای اشغال هرات در سال 1992 نمایش داده می شود، ولی مجاهدین هم نتوانستند نظم و ثبات این شهر را در دراز مدت تأمین کنند. سال 1995 هرات به تصرف طالبان گذشت. حکیموف به جنبش افراطی اسلامی همراه شده به حیث محافظ فرمانده طالبان ملا برادر استخدام شد. ما از اونا ما بدی ندیدم، خوب مردمی بودن دیگه. ما وقت ملا برادر با تانگ میچلندم، ماشین ماربی میچلندم، اونم سوار میکردم از جایی که میرم داخل ماشین ماربی بس. در سال 2001 با آغاز عملیات ائتلاف بین المللی در افغانستان طالبان از سر قدرت برکنار شدند و حکیموف هم بار دیگر موقع خود را تغییر داد. این منزل زیست فرمانده مشهور دوران شوروی اسماعیل خان است. او در گذشته رهبری ولایت هرات را بر دوش داشت.
و حالا هم بعضی ها او را یکی از نیرومندترین سیاستمداران غرب افغانستان مینامند. اسماعیل خان چندین سال این جانب حکیموف را میشناسد و او را با لقب عبدالله یاد میکند. عبدالله بچه بسیار خوب است. عبدالله دیگه اعتقاد و باور نداره که دیگه به روسیه بره. اجازه تا 2 دفعه ازدواج کرده و خوب است که گفتیم قصه جنگ روسار به شکل واقعی، چون کسایی که میای منظر جهاد میبینه باش که از زبان خود از نابشنوه و مردم بیشتر ذهن نشین و دل نشین میشه. در پی تهیه گزارش حکیموف با همسایه‌هایش هم صحبت شد. بعضی ها او را خائن و دیگران افغان میشمارند. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان اکثریت آنهایی که 30 ساله بالا هستند میگویند آموختن زبان خارجی برایشان دیر شده است و ممکن است با آسانی یاد نگیرند، ولی مرزیما شریفه و ساکن 72 ساله ناحیه واسه میگوید این فقط یک بهانه است و اگر انسان کوشش کند در هر سن و سال هر چیزی نو را یاد میگیرد. حالا مرزیما خودش زبان انگلیسی میآموزد تا در نیویورک رهگم نزند. مرزیما شریفه و 72 سال دارد. همسالان او بر طبق فرهنگ دهه‌شان بیشتر گوشه‌نشینند، روزگارداری کم میکنند. میگویند با پیری مراسا کردند. در فیلم قدیم گوجوشی پیش قدم دی مردم یک جو کردگی این خدایی را فهمانده است داده است همه علم در کلش ما را گمراه کردگی نمیدونیم. مرزیما باری هم از تاجیکستان بیرون نرفته است. درباره امریکا از تلویزیون فهمیده است و با هوس درباره‌اش گپ میزند. همه امریکا را دیدم، از درجه امارات‌های بزرگ، شهر تازه، آباد، آزاد، مردم آلوفته لباس، مردم آزاد و من مردم آزاد. خیلی که همون چیشون هست، همون رفتار دارن، گستان دارن. هوس میکرد همونجا همون خونه همون تجربه روه برات قوت و قوت گفتن این مردم در این قطعه بلند چه زندگی میکرده باشن، کاش یک بار هم همونجا را ببینم. حالا هر کلمه آموخته‌اش را تکرار میکند. معلم نابالغش میگوید که شاگرد خوب است. من از ذهنش هم قدر تیز است که ای طلبای ما ده ای هم خورساله ما ده هم خورساله ما را هم قدر میفهمونن یا نمیگم مومای من عده برمه خونی در کلاس تیزه یا نگرم مو حیران نشیم بعد یورده همتیم. مرزیما یتیم به وی رسیده است و در 14 سالگی خلاف خواهشش او را از مکتب گرفته شوهر دادند. بسیار گریسته بود. ما یاد ندارم که 4 گرفته باشم. از زبان روسی، از زبان تاجیکی خیلی انگلیسی نمیخوندیم. نه همه یک انگلیس ما بود 1 2 3 4 5 همه را اولم در یاد ماید. من بسیار طلبه فعال بودم مکتب راستی که خویشاوندان و دوستانش میل مامه مرزیما به آموختن زبان انگلیسی و آرزوی سفرش به امریکا را فهمیده آن را هوس پیرانه دانستند، جدی نگرفتند. گفتیم شرم نمیکن در این سال تو امروز توفقای ممبری تو هم زبان انگلیسی یاد میگیری دیگه ما چی میرم خاموشو امریکا. مرزیما شریفه میگوید انسان در همه سن و سال به دانش احتیاج دارد و نباید از آموختن دست کشد. گرچه که سال ما نوبسته به او ترجمانم که باشه لیکن من خیلی حواس دارم که همین کارا بکنم بتونم و بکنم امیرم. همین میگه که آدم که حواسمند هیچ وقت ناامید نمونده، چرای زندگی نمیمونه. چه حواس همون که داشتی به حواس البته را میرسی. مواره خدم دارم. و با امید آنکه مرزیما به آرزویش برسد برنامه امروز را به پایان میبریم. اخباری بیشتر در وبسایت azadi.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. سپاس که امروز هم با ما بودید.